سلام بچه‌ها، این غذاهایی که من به عنوان یه فرد نیمه سالن در روز میخورم. اولش ظرف غذایی بعد از راه میگیرم، بعد تو میان ورده ها یه ساندویچ تونه ماهی و یه نارنگی و میوه برمیدارم میآوردم. بعد برای صبحونه لوبیا و تخم مرغ پز برمیدارم، شیرینی بر نمیدارم، چند تا خیار برمیدارم و پنیر و جو 2 سرپرک. از قسمت سریال رو رد میشیم، نونمون رو توست میکنیم، بعد چایی برمیدارم یه دونه و بعدم عسل. بعد اینا رو با هم مخلوط میکنم و قاشق چنگال برمیداریم، تخم مرغ رو میشکنیم و لقمه میگیریم و میخوریمش. بعدش قبل از مدرسه یه کافی میگیریم که سرحال شه و میریم مدرسه. بعد این نهار برمیگردیم مخلوط سیب زمینی و گوشت میخوریم و بعد نوشابه زیرو و بعد از نهار خودمون